این هفته خبر تو خبر داره براتون از تازه ترین قمپوز شیخ فری که نشون میده فرجام برجام حسابی کشیده به اعصابش و باعث شده مخش تاب برداره. من میخوام به مردم عزیز ما قول بدم که امروز ما در شرایطی هستیم که آمریکا بیش از همه در این ماجرای تحریم منزوی هست. کشورهای دنیا از اینکه حاکمیت امروز آمریکا ماجراجویانه با جهان برخورد میکنه، این برخورد غیرقانونی آمریکا تنها نسبت به ملت ایران نیست، نسبت به ملت‌های دیگر، حتی نسبت به متحدان خودش هم هست. البته نیاز به گفتن نداره که این ادا اصولهای مثلا ترسناک شیخ فری برای طرف حسابا بیشتر شبیه شوخی میمونه و اینجوری خیتش میکنن. حالا این شیخ فری در حالی داره از انزوای بقیه میگه که خودش تو نظام زیر ضربه و حتی این جوجه بسیجی هم اینجوری میذاره تو کاسش. آقای دکتر روحانی خودش هم اگه بدونه چه چیزی در آینده پیش روه خودش استعفا میده میره کنار. میشه علاقه نخواهد داشت برای سرش، چون این آب پشت این سد خواهد ترکید و هرچی نگهش داری یهویی میتره که بدتر میشه. حالا دیگه شیخ فری به سوژه ترانه هام تبدیل شده و به انواع و اقسام شیوه ها باهاش تصفیه حساب میکنن. روحانی کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجاست اون کلیدت؟ روحانی کجایی؟ من اینجام عزیزم، همینجام عزیزم که یارانه ها رو به موقع بریزم. نگید دل بریدید خدایی نکرده، جواد رفته خارج ببینم چه کرده. همه جا رو گشتم کجایی کلیدم، هنوزم میگردم هنوزم ندیدم. تو همین بحبوحه عظما شیخ فری و کابینه فشلش رو صدا کرد تا یه نهیبی بهشون بزنه. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این جلسه شرط اصلی موفقیت در همه عرصه ها را برخورداری از روحیه قوی، انگیزه، شجاعت و عزم راسخ دانستند و افزودند همه مدیران دولتی باید در مقابل مشکلات با تحرک بیشتر و با احساس مسئولیت مضاعف عمل کنند. بله، حالا این شما و این تحرک اعضای کابینه شیخ فری با احساس مسئولیت مضاعف. این وزیر بهداشت کابینه شیخ فری هم حوصله‌اش سر رفت و گفت بابا این حرفای مسخره رو بذارید کنار، به همه بگید چه سرنوشتی در انتظارمونه. باور کنید که یه طوفانی داره به ما نزدیک میشه، آمادگی داشته باشیم، بگیم به همه کسایی که در معرض خطر هستند و از امروز میتونن تدبیر کنن. منظورش اینه که خروج آمریکا از برجام یه چنین بلایی سرمون میاره. البته اینا قبل از همه نگران جیب و پست و مقام خودشونن. قبلا تو دعواهای باندی دستشون رو شده. این آقای وزیر بهداشت شما ثروت اعلانیش 1200 میلیارد تومنه. از عدد زود عبور کردی. 1200 میلیارد تومن رو بذار بانک، سود ماهیانش میشه 19 میلیارد تومن. و وقتی 250 میلیون برای اینا عدده؟ حرف آخر رو از پاسدار عباسی بشنوید. میگه هدف ستون فقراتمونه. البته هر جا میگه مردم شما به جاش کلمه نظام رو بذارید. ستون فقرات جامعه بشکنه جامعه فلج میشه. اینا میخوان ستون فقرات مردم بشکنه، کاری کنن ارزش پول مردم از بین بره، مردم دیگه نتونن از نظر حیات مادی رو پا بمونن. خلاصه اینکه بدجوری زیر پای آخوندا خالی شده و همشون فهمیدن که کله پا شدنشون نزدیکه. این
پاسدار قاسمی هم تو این وضعیت پتال جای خودش رو گم کرده و خودش هم دقیقا نمیدونه که پشت عظماست یا جلوش. جمله یادم افتاد که اگر اجازه بدید اینو بگم، اینم جزو مسائل چالشی فکری ما با سایر دوستان ماست. میپرسن از شما که آقا سربازید، سرباز ولایتید، شما میگی داره. بعد میگن که آقای قاسمی چرا این چیز هستی، افراطی هستی انقدر، جلوی آقا میدی. اتفاقا اینم یه بحث خیلی خوبی بود که من دوست داشتم بکنیم. آره. بعد میپرسیدید چرا جلوی آقا، باید پشت آقا باشی. آره. جبهه ای که اگر اعتقاد داریم که جبهه هست و اعتقاد داریم فرماندهی کل داره، جبهه ای که سرباز پشت سر فرماندهی کل میجنگه و اینها، اون جبهه قطعا شکست میخوره. احمقانه ترین نوع جبهه است که سرباز پشت سر فرمانده باشه. فرمانده کل قوا رو انداختن جلو، میگن حضرت آقا تو دیدبانی کن، تو اطلاعات عملیات باش، تو موانع بذار، مهندسی باش، تو فرمانده باش و فلان اینا، ما هم پشت تیم آقا و تو هزینه بده. به نظر شما یعنی چی؟ ما قایم شدیم اون پشت. فعلا که سیبل خود عظماست و هر کی از راه میرسه یه چیزی به سمتش پرت میکنه. توی این وضعیت طلسم شکستگی تنها کاری که واسه آخوندا مونده اینه که از این روزهای الکی بخونن و واسه بسیجی‌های ریزشی داستان پردازی کنن. آقای امیر حبیب الله ترک، ایشون منزل آقای اسدجواد خامنه‌ای به مهمانی آمده بود، به دیدن آمده بود. ایشون هم پدر زد، صدا زد آسد علی یه چای بیار برای آقا، مثلا همچی چیزی. ایشون یه چایی برداشت آورد و جلوی آقای امیز حبیب الله ترک گذاشت. آقای امیز حبیب الله گفت آقای آسد جواد این پسرت یه روز سلطون میشه. وقتی جامعه انفجاری میشه و ترس سر و پای نظام رو میگیره، اون وقته که هر کی از راه میرسه شروع میکنه به اعتراف و ایفای نقش سوپاپ اطمینان. مثلا این قرقرهای تیویریش رو ببینید. یه نفر بوده از مدیران منطقه آزاد اروند، هر وعده غذاشون حدوداً 600,000 تومان شده. 600,000 تومان اصلا در حالت عادی یه نفر میره غذا میخوره که با پول دولت رفته غذا 600,000 چی خورده الان؟ شیشلیگ هم میخورده، انقدر اصلا 3 تا شیشلیگ هم میخورده، اینجوری نمیشده. که حالا امیدواریم آقای شمخانی اینو بررسی بکنن و یا مثلا فرض بکنید که یه نفر هزینه عیاب و ذهاب مدیر کل یه نفری در یه جایی سال گذشته هزینه عیاب و ذهابش 20 میلیون هزینه عیاب و ذهابش بوده. چه خبره؟ بعد وقت میگن آقا کولر رو قطع کنید، کارمندا تو گرما بشینن کار بکنن. آقا این همه این هزینه‌های اینجوری و حقوق نجومی، از این حقوق نجومی هم دارن برامون دارن میفرستن دوباره. در یک کلام باید بگیم که وضعیت حسابی ناپایدار و الا کلنگیه و دلواپس و دلارام همینجوری دارن تلو تلو میخورن. تیویریش این هفته این دایناسور مشنگ یعنی جنتی لعنتی رو آورد جلوی دوربین تا مثلا باش گفتگوی بی‌تعارف بکنه و سوتیاش رو توضیح بده، اما بدتر سوتی بازار را انداخت. بالا یه صندلی گشتم که گفته بودم اون صندلی شماست، روش نشستید، یه صندلی خیلی شاهانه و مجلل. من نمیدونم من چی بگم. یه عده‌ای اینجا ندیدمش دینشونو و اخلاقشونو فدای سیاست میکنن. اینا باید فردای قیامت جواب خدا رو بدن. ما رفته بودیم تو عراق، وقتی می‌خواستیم بیایم بیرون برای فرودگاه رفتیم تو پاویون.
تو پاویون من روی این صندلی اونجا من روی صندلی نشسته بودم. اگه این جرمه، بله ما اینجا مرتکب شدیم که نرفتیم اونجا رو زیر بشینیم. این آخوند فسیل در حالی داره نشستن روی صندلی شاهانه رو توجیه میکنه که این روزها زبون خود آخونده هم به اعتراف باز شده و از ترسشون به همدیگه اینجوری میتازن. حضرت زهرا روز قیامت خدا شم رو ببخشه، مسئولین مفخر ما رو نبخشه. هی نشستن برای خودشون تو پاویون، برو تو پاویون بیا، بهترین پرواز، بهترین غذا، بهترین چال، هی سمینار میگیرن. کن آقا بنده زده شدم از اینا. این آخوند نقویان هم که قبلا به خاطر شاخ به شاخ شدن با عظما از تلویزیون اخراج شده بود، حالا اومده ترس عمومی آخوندا از کله پا شدن رو اینجوری بیان میکنه و آژیر خطر میکشه. با بعضی از کارهایی که کردیم سرشکستگی رو برای روحانیت ایجاد کردیم بلا شک، ولی از اون طرف کلاه جوادی آملی اون جمله عجیبی که ازشون در رسانه ها پخش شد فرمودن با این اتفاقاتی که افتاده ممکنه مردم ما رو یه روزی به دریا بریزن. ما امروز 40 سال این کشور دست ماست، رسانه هاش دست ماست، امکاناتش دست ماست، تبلیغاتش دست ماست. اگر دشمن هزاران کیلومتر اونورتر نشسته داره تبلیغ میکنه، ما که تو خونه مردمیم، چطور ما نتونستیم با تبلیغات نظر مردم جلب کنیم؟ دشمن داره میتونه. البته تو این وضعیت سریال خوانندگی آخونده هم ادامه داره و خیلی هاشون برای رد گم کنی میزنن زیر آواز. این هم یه شعبده بازی که فقط تو ایران تحت حاکمیت آخونده اتفاق میفته. بطری 1.5 لیتری رو آورده پمپ بنزین، بعد وقتی پرش میکنه 2 لیتر رو 92 نشون میده. داره میگیره. الان داره میگیره. این لیتری من درسته؟ چند تا شد؟ 2 لیتر 92 92 یه لیتر نیم 2 لیتر 92 تا کنه. آره دست بدم. یه خلبان رو آوردن توی تیویریش که مصاحبه کنه، اما اون خلبان یه چنین فجایعی رو از سیستم هواپیمایی نظام افشا کرد. هواپیمای بوینگ 737 اگر بریک نمبر 3 یا همون ترمز شماره 3 دی اکتیویتد باشه، یعنی فعال نباشه، این پرواز کارخونه سازنده میگه که نباید این هواپیما پرواز بکنه و اسم نوگو آیتم به اصطلاح خودمون تو نوگو نباید این پرواز انجام بشه رو میاره که متاسفانه خب این آقایون این که میگن مستندسازی میکنن به این دلیله که میان مسئولین فنی توی هواپیما می نویسن، توی دفتر هواپیما می نویسن که هواپیما ترمزش تعمیر شد. خیلی عامیانه میگم که مخاطبین کامل متوجه بشن و این دی اکتیویتد رو برمی‌دارن از توی دفتر هواپیما. و تعمیر نمیشه؟ تعمیر نشده چون قطعش نبوده. ما یه سوالوش 3 هفته پرواز این چنینی انجام دادن. خب اگر شما خلبان ها این نکته رو میدونید که می نویسن که اصلاح شده ولی اصلاح نشده، خب چرا میپرید؟ خب ببینید یه سری اجبار هست جناب رشیدپور. من این کار رو نکردم، آقای حسینی این کار رو نکرده. خب یه سری اتفاقات خاصی برامون افتاده. اینجا بود که بلافاصله خلبان رو دستگیر کردن تا دیگه کسی جرأت چنین افشاگری هایی رو نداشته باشه. این هم از آزادی پس از بیان در نظام ولایت. سلام و درود به شما دوستان عزیز. ما رو بازداشت کردن کلانتری 111 هفت‌چنار. واقعا متاسفم برای این دوستان. نگیر آقا نگیر شما رو نگرفتم، خودم رو نگیر. بدم.
در سال حمایت از کالای داخلی، تیوی ریش یه تبلیغ درباره خودروی سایپا درست کرد که بیشتر شبیه کمدی استنداپه. هر کی دید گفت عجب اعتماد به نفسی. تابستونه خب بارون میاد پاییزه برای شرایط همه شرایط آب و هوایی مناسبه. برای شرایط همه بزرگه؟ بزرگ نیست. نه جا داره. خودش کوچیکه. جا داره ولی جا کم میگیره. داری غذا میخوری؟ نه نمیخورم. کم میخوری؟ آها کم مصرفه. کم مصرف دیگه. بابا اداره پلیس نورفولک آمریکا توسط اداره پلیس کورتنز تگزاس به یک چالش لبخونی دعوت شد. نتیجه این ویدئویی شد که ملاحظه میکنید 59 میلیون نفر در عرض 6 روز این کلیپ رو تماشا کردن. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause